دوستان عزیز سلام، حال دلتون چطوره؟ یه بار دیگه اومدیم با سلطان تصادفات نامنظم و ادعای بی‌محتوا حاج نوید شزی. حاج نوید یه سلامی بکن. تو بتونید بچه خوشحال همه این ویدیو میدارم که کپتو کوک باشه همه چی روله زوال باشه. برو بریم. همونجوری که در تصویر مشاهده میکنید که خیلی هم خونین و مالینه، دو تا از خودروهای محبوب ملی معرفی کن. ایلیکس و زانتیا سیتروئن. سیتروئن دیگه چیه؟ سیتروئن دیگه زانتیا. مگه کف لندنیم که میگه سیتروئن؟ حالا هرچی که تو بگی چه فرقی. بابا زانتیا همزی بگو زانتیا. دوباره تو هیکل گنده کرد اومد اینجا کل. ببین یه هیکل همینجوری گنده نشده، یه هیکل فوتوشاپیه. آره با سری آخرت باشه دست رو بزرگترت بلند میکنی ها. خب حاج اینجا نوید جاش نیست. بذار برنامه رو به بچه ها بگیم. اوکیه. آقا قراره که با هم یه مسابقه مشتی بدیم، یکیمون کف خواب کنه، یکیمون چیکار کنه؟ شوتی کنه. آره شوتی. بعد بازنده مسابقه مجازات داره. این بده. حاج نوید مجازات میدونی چیه؟ چیه؟ نه نمیدونی چیه؟ اگه بدونی دیوونه میشی. قراره که هر کی بازنده بشه بره از اولین حیوانی که توی سرور ببینه خواستگاری کنه. مثلا یهو اگه یه دونه گوسفند دیدی بعد بری بگی من عاشقت شدم. عالی شد. عالی شد. حاج نوید پس خودت تو واسه باخت آماده کن. بشی تا من ببازم. آره. نوید جونم. روشن کن این لگن تو. لگن به ایلیکس گفتی لگن؟ آره دیگه لگنه دیگه. نوید با همین رنگا بریم یا سفید کنیم؟ من که دوست دارم مشکی کنم. مشکی کنی؟ آره. اوکیه. آره واسه عزاداریت هم خوبه دیگه، بالاخره قراره ببازی و مشکی بهت میاد خدایی. این ابهت سلطان نشون میده فهمیدی؟ بلد باشم بله. میخواستیم یه همچین چیز خدایی. خب یه درخواست مکانیکی بده حاج نوید. خب اینم از اینو. نوید من زیاد نمیخوام اذیتت کنم، فقط چیزای اصلی رو ارتقا میدم. پس اینجاست که نمیتونی اذیت کنی. آها این بده که حاج نوید میاد چیز ناشتا برامو میاد. خب اینم از اینو. نوید جونم ایزی یا هاردش کنم؟ خودت انتخاب کن. خودت آماده کن واسه باخت دیگه، حالا هر جایی که خودت راحت تری. آها یعنی سختش کنم برات؟ واقعا نمیدونم چجوری باخت تو دوست داری، هر مدلی که دوست داری. آها هر مدلی دوست داری میخوای همونجوری ببازی ها؟ زیاد اسپورتش کنم یا کم؟ فقط رنگو من شیشه و رنگو فقط چیز شیشه کردم. اگه دودیش بخوای اسپورتش کنیم که بسم الله. بذار ببینم چیزی داره به درد میخوره اصلا اسپورتش کنی. آقا اسپورتش کن که اسپورت کنم خیلی. آره خب اسپورت نه که حالا مثلا زیاد و در حد. آره تایم ویدیو. اوکی. وای نوید اینا رو نگاه، ناموسن چه دخترکشی شد. خدایی اینا رو داشت ما نمیدونستیم. داشت و نمیدونستی. آره این بعده واقعا. به نوید تعریف از خود نباشه عجب ماشینی شد خدایی. عجب چیزی شده ماشین من دارم عشق میکنم. دیگه چی؟ عشق دنیا رو دارم میکنم. اسپویلرم بذارم و کار رو در بیارم. حاج نوید من فقط یه رنگی بهش بزنم و بریم برا نوید کشون. نوید میلاد کشون. از اونجایی که اطلاع داری اصلا زانتیاس رنگ چه رنگی؟ سفید و یخچالی. بگو. انقدر که آخه زشته فقط سفید بهش بیاد با تجکی. آها بلد باشم. اوکی حل. آخر مسیر میبینم. بخم. آره جوزه رو آخر پاییز بشورم. باخت آماده کن. اوکی من کارم تموم شد.
آها خب یا بیشتری صدا قرآن سلطان رو مجید. یا نه؟ نوید 6 میلیون و 500 هزار دلار ازم گرفت. منم یه 4 میلیون خورده این پول داستان شد. حاج نوید بیا که چیزش کنیم. تو کف خواب کردی دیگه آره؟ نه ولی خب کف خوابش کنم. اوکیه خب نگاه کن من اینو شوتیش میکنم. خب منم کف خواب میکنم. آره شوتیش هم گذاشتم رو 80. من برم پژو پارسمو کپ کنم واسه خودم عشق کنم. خدایی نمید خدایی حالا دور از این بحثا. حالا میدونم میخوای اینجا کم نیاری ولی نگاه کن رخ سلطانو خدایی. میلاد بیا برو تو رو خدا خجالت میکش. اصلا این ماشین از اصالتش افتاد. اینو تو خیابون ببینن فکر میکنن که مثلا سازندش یه دونه خودروساز هندیه. برو نزنی هست تو ماشین داره اصلا داره باید صحبت میکنه الان ماشین میفهمی اینو؟ اوکیه تموم آقا تموم. آره، ماشین تموم داره شد. میکشه زمین. آره جان دلم جان دلم. رقابت یه طرف هست ولی خب طوری نیست. خوشم میاد رو نمیری یعنی. من اوف نبید خدایی نگاه کن رخو نگاه کن ناموسن. تو ایلیکس نگاه ایلیکس اوکی. خدایی نوید دادا مسابقه رو از کجا شروع کنیم؟ از هر جا که بگی این سلطان تهوع جدای ایرانه از هر جا بگی آها بلد باشم. لابد هم سلطان تمام راننده های ایرانی ها. دیگه بالاخره دیگه. اوکیه بیا دنبالم. وای نوید یه نیش گاز میدم اصلا نگاه کن دود میشی میری رو هوا. حالا تو جاده تو کفی میبینمت با تشکر چجوری میره این ماشین دلاغت. جوجه ها رو آخر پاییز بشورن شامپوش کن بیسی. سلطان رانندگی ایران. رانندگی سلطان ماشین ایران زانتیا. به پا تصادف نکنی تو اول. اینو به پا. تصادف اصلا تو خونه من تصادف نیست. آره کامیونت بزنه زیره. باشه الان میبینی جوجه رو آخر پاییز میشورم. آره دقیقا. همین دادا بیا اوه سیک بود. چرا آخر باید شدم تاپ تصادف. آره خدا لعنتت کنه نبی. چشت کردم با تجربه. بابا ماشین یه پیچید جلو من. آره اونجا 100%. نمیدونم نه راهنمایی نه چیزی انگار ایرانه. خب حاج نوید ماشین رو تعمیر کردم آماده ای؟ مالا منم داره برق میزنه. آمادم مسیر مسابقه رو مسیر مسابقه از اینجاست خب تا شابدالعظیم. بیمزه شاب تا کجا بگو ببینم. ببین از اینجا تا بالای چیلیاد اوکی؟ بالای چیلیاد. آره یه جایی شو. آخه زانتیا که برای این کاری حالا داداش زانتیا شوتی اصلا خوراک آفروده. چی داری میگی برای خودت؟ حالا ببینیم. آماده ای؟ بریم آقا من آمادم. یک کمربند تو ببند شلوارت وسط راه در نیاد. ما حرفه یا چهار نیرانیم داگ. بلد باشم واسه من نگاه کن آتیش داره بیرون. ما خودمون سلطان سینه سوخته هایی. یک دو سه. چی شد سوز شدی جوجه؟ داره میرسه یا قرآن نبید. بوی چیکار کردی با جاده؟ چقدر تو داره میره؟ کردم. چی شد؟ هم ریختی. شرم هم میریزم ناموسن. نگاه کن رو دستم راننده نی ناموسن. کجایی تو؟ بیا بابا بیا منتظرتم ناموسن. بیا منتظر کردم. بیا اینم یه آواز. بیا بینم بودو بینم. آره آواز به تو. وای خدای من. وای برو ببینم. نمی داداش برو خر برون.
یا بزن قرآن بغل بچه جون بزن آجی بغل 230 تا دارم میرم آخ نگفته ماشین اوه میزنی در من الان بهت میگم شدیدم نه اصلا تصادف نکردم سر این پیچ گرفتم بچه آره باشه دوبار میگیری بگی میگیرم. بینم من میگیرم بگی بین او اینجا تصادف شده یا قرآن دارم میرسم بابا سلطان پوست سانتیو میکنم. پوست منو سلطان. میکنی تا اگه اونا پوست خط کم بود. بودی وای اوه خدا لعنتت کنه تو هرچی تصور بکنی من باز برم در دیوار پشت سرت یعنی چی؟ وای. نوردیه یا قرآن بابا بنازم بابا بارتاس راننده درجه یک پایه یک دارم هستم میرسم به میگیرم آها، باشه. به قول بلد خودت باشم. چوزان آخر پاییز میشورم آخه بیا بشمارشو آره میخوای به جوجه شمار بدم خسته نشی؟ نه عزیزم حالا بهت میرسم بهت میگم کی به کی جوجه شمار اوه باید بری جاده خاکی اینجا آقا راند اول من برنده شدم راند آن رود من برنده شدم درسته؟ پس بعد یه تعمیری وایسی بزنی من اینو قبول میکنم چون چیزی تعمیر بزنیم با همین شرایط باید بریم تو میدونی چی شد؟ آه تو نامرد ای لای ماشینا لای کشیدی این راننده های عوضی هم همشون پیچیدن جلو خب داداش اصلا هنر رانندگی به لایک کشیدنشه نه اینطوری که کل خیابون جلوت بسته بشه بله صاف رفتن مال دخترهاست ما پسرها عشق لایه سرعتیم یه تعمیر بزن تا بریم حاج نوید ماشینت هم که تعمیر کردی و بریم جاده رو بغل کنیم آماده برد ببین برد اگه تو بردی آفرودو خب خب مساوی میشیم جریمه برای جفتمونه ولی اگه آفرودم باختی باید مجازات شی فهمیدی؟ خیلی خوب بس از اون جی پی اس بریم ما جاده دیگه یا نریم فقط از اون نه فقط جی پی اسی فقط جی پی اسی خیلی. نگاه کن آبانس مابانس هم نداریم ترای هارد بزن اوکیه 1 2 3 وای یه نفر رو زیر کردم الله اکبر اوه نبید یه نفر رو کشتم خیلی سخت دارم هر کسی بکشه میکردم خیلی بده اینجا خدایی سانتیا داره ماشینم داره میسوره شم آورده ناموسن نبید دادا وای یا قرآن نه سانتیا راست کرد آره من رفتم الان میندازمت پایین هولت کردم الان میندازمت پایین حالا نگو وای الان هولت میدم ببین منو هول میکنی وای افتادی پایین وای خرگوش وای آی دوباره حاجی ناموسن خرگوش رو چپم کرد برو بالا ماشین چپ میکنه به خدا خرگوش رفت زیر سگ دست ماشین سگ دسته شد خرگوش دست حاجی خیلی آفرود بده اصلا ماشین ایرانی نمیشه آفرود کرد اصلا ماشین داره میسوره انگار رو حواس ماشین من قشنگ زانتیا چپیه خدایی زانتیا چپی شد رفت شیر آماده باش با تا جکی میخواد ازت خسته کاری کنه گوز نبید گوزنا منتظر تموس نبید منتظر تو هر نه من خب چرا از اون من رفتی؟ بعضی ها نمیشه اشتباه رفتم من آره الان درستت بکنم 3 سوته گرفتم دادا حالا ببینم کجایی نبید وای میلا تو مسیر پر آدمه دارن پیاده راه میرن همه شونو زیر کن گازشو بگیر هر چی زیرشون کنم سرعت ماشینم کمتر میشه مثلا قصد اینه که زیرشون نکنم